همین کجا نمیدونم سمندر را تعریف میگه بچه رسگو هم بچه رسگو کی گفت رسگو من کدی بچه قد دوستم دونجا کشیدم ای او دا بچه دروغگو نیست خوش که من جیگر جون بیا کار کنیم بیا میسنجیم بیا هازی ما بسنجیم یک تلفنش اینم هازی تلفن میکنم نگاه کن ایمنی چیز بگو بو همین بوجوخانه ندیدی در کجا هازی من بوجوخانه ندیدم هم خیلیش بگو هازی نه سمندر کو راست میگه وجدان میگم ما بچه با وجدان میگه بچه چیه صاف دروغ میگه نگفتم صاف به وجدان هم دو میگه که من صاف دعیدم دروغ نگفتم کی میگه اون هم سمندر میگه یا تلفنش میگه یکی هم سمندر راست میگه یکی تلفن هازی سمندر سمندر زنگش بزن هازی یکی بچه زوره سمندر یکی چی سمندر کچو سمندر کچو زنگش بزن خب نگاه ما همین راست میگم این میگه پوش درو دوباره الو السلام علیکم آقای سمندر چوکادی شهرناز چوکادی دختر هم کاری ما چیشی دو هم کاری ما اولی گپی مرا گوش کن یا بول گپی مرا گوش کن مایل ما کارش ما را بود میکنه ها همین یک کس پرس ما کجون ما سروچ ندار کار شده کی همین اکای بوجوخان ندیش شما کی در کار بوجوخان در کار بوجوخان هوزی بوجوخان ما هوزی تا پیش ما بدیم هوزی اونم پوند رفته است هوزی در پیش ما بود میگم اینم هوزی را اینم هوزی چی هوزی پیشتون گذشت رفت اروتسیوه نه در پیش ما اشتگی ایکو این نوشکی سمندر قید دروغت دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت بارگاهی آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص در بازار مهنت. سیاحی و مهمانداری معرفی‌کاری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی این است هدف من از انتخاب این مؤسسه تحصیلات عالی. والدین گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان در جامعه صاحب مقام شود، پس دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت تاجیکستان را انتخاب نمایید. جاری کردن تکنولوژی‌های اطلاعاتی در اقتصادیات امری ضروری است. دانستن آن برتری است. در دانشکده ما برای آموزش در این سمت امکانیت فراخ است. صنعتکنانی با سرعت هدف چهارم ملی بوده. مقصد ما دستپروران دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت سهم گذاشتن در تطبیق این هدف عالی مملکت است. من صاحبکار موفق شدن میخوام. سبب از انتخاب من از دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت همین است. انتخاب ما دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت و شعار ما خدمت و خوف وطن است. رمز دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت در مرکز ملی تستی 203. سمندر سودی نازی تینجی سلامتی زود اما همسایه ما میگم تا میشه اینا همسایه داشت اکای نمو سفر تختش میگن کو سفر تخته انا هم سفر تخته چوکاده روز دیگه بود دیگه تا تو شفر بروماده تو شفر دا تو شفرش دا او آنتن کو آنتن هم لگانه کالونه کو آنتن لگان لگانه رو کراسکا کیس دوست ما گفتم او بعد تو همسایه اون چی لگانی آنتن کراسکا میکنی گوگل تلویزیون شاید سیبنو بگیره رنگا بگیره بعد ندونی چی بو یا همسایه‌مون اگه قشلق هم دیده که گومول زندگی روزگار خروج میکنن قرطه کتا قرطه میکنن قرطه رو میگن دلالی میگیرن میمونن تو شفره میگن قاق میشن بعد میسو قرطه میکنن این امی زن همسایه قرطه رو میگیرن آماده میگه تیرون گوداکوش میرن شوال قرطه رو میگیرن میگن گوش کن مرا قرطه رو میگیرن بعد انا که میگم مردا که من بیزار شدم هر روز دوغ میکشم جرقود میکشم خروج میکنم برای زمستان قرطه رو پاک گوداکو خوردن چیکار کنیم میگه زنک پروانه که همش حالا مردا که لگن قرطه میگیره طور شفر میبره سیم میگیره سیم در همون لگن قرطه میبنده در آنتن تلویزیون پیوست کنه یا گوداکوش میان میگه دادا چیکار میکنی میگه که همین لگن قرطه شما قرطه رو زدی میگه من لگن قرطه سیم میگیرم در آنتن پیوست کردیم این آنتن تلویزیون رو بچه‌ام تو گوش کردیم کدامی که عینی قرطه کی گرفت دیدی که خود
شب در تلویزیون نشونش میدن انا میدونی چی من میراستی که فاگم یه وقت هم طرفای فرخو رفته بودم طرفای فرخو بعد همین یک هانسینف دارم همین محمد موسیقی که همون خلاصه حواس دارنده بسیار در همین ماتسکل بچه ماتسکل خرده بعد همین دویدم بالا مسکلی میز که آه همه چی هر تر فر خلاصه همین خریده بعد همین ماتسکل در گرفت ما یک تراس روز بود همین توتاش کردم سینی پایان سینی ماتروس پپچکا نه توتا جاز خریدم بعد کاش رفتم که تیز بعد رفتم پیش من گرماشکا برام همون گرماشکا تا خودش زدم که ماتسکل پارت افتاد کمو تو را پارتو ماتسکل بعد یک اونجا دم تو من نشد اومدم دازمی زدم ماتسکل اومد ای بولم زد دستم برآمده جای پوچام داد پوچام کند که بعد همون کونی همون رولش در اینجا سرم زد همین قکی در نومی الله جانم پیاده بدم اگه نمیمردم دروغ ببین توی درجه اوی دروغ اومد میدونی چیه که من ماشین اون 06 بابام بود که بابام گفت با فهم همین ماشین پدالقا همین ماشین نه خودت یه روز ماشین 06 گرفتم زوادید کردم این راه دبر اومدم بعد رادیو لام قلق خند 06 ده کردم این کلر تده برو خیلی بعد یا که گایو سرم کردن گفتم گایو میخوام پرام راه میگن شش مرشد میگن چه جای کردم همین چه جای کردم یک برو 4 بالون کافی 4 بالون گوش کن 4 بالون کافی داوشا گوش کن خام من گفتم زپاس کنم بچاس کنم که نگه زپاس کم کافی دگی ای استغفرالله خیلی بچه‌ما که گوش کن همین من مایده حق بدم بعد همین اخم دارم راضی کنم میگرفت اخر دو این مقام یه عمری بیاخ بدی بعد اخم دارم راضی کنم میگرفت بعد من سیما کا گرفتم سیما کا راضی کنم سیخ کردم چلی کردی سیخ کردم بازی کردی سیخ که خدا بزن نگو بس بازی کنی سیما زدم تنک شدم بعد کدا پاس هوشم برافت کدا پاس با هوش اومد قهرم کرد بعد همون راضی رفتم خوب بود کم سیخ کردم